سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو جدید. موضوع ویدیو امروز اینه که چطوری بتونیم هایلایت فرانسه، اگه اسمشو اشتباه نکنم، بگیریم. ببینیم هایلایت فرانسه اینجا بود فکر کنم. هایلایت بله، این هایلایت رو بتونیم بگیریم. 5 تا بازیکن نسبتاً متوسط اورالشون میتونید برید توی برنامه EF هاب یا اون ای فوتبال هاب برین ببینید که اورالشون کم میشه و با حضور بازیکن مثل کلیان امباپه، ویلیام سالیبا، کنده، مایک مانیانگ و وارن زیر امری. حالا بریم چطوری میتونیم این هایلایت رو بگیریم. قبل از شروع آموزش حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو ساب کنید و برامون کامنت بذارید تا به ما انرژی بدید. بریم سراغ آموزش. لیتس گو. خب برای گرفتن این 5 تا بازیکن میریم بازم تو میزیونز یا مرحله ها. اینجا که خیلی معلوم عکسش هست، این داخلش. بله، اینجا همین اول کار اگه اشتباه نکنم 2 تا عکس بهمون میده برای پروفایلمون که یعنی هیچی. سومی که اینجا هست این، ببینیم چی میگه. فکر کنم بله 5 تا بهمون میده، نمیدونم چیه. میریم داخلش ببینیم چی میگه. میگه این ایونت شما باید بازی کنید. این ایونت کلا نظر ایونت خیلی خوبیه. ریواردز هایی که داریم میبینی و بهمون میده. همچنین بهمون اسپین رایگان هایلایت فرانسه هم میده. پایین ترک میایم بهمون یه دونه بنر هم میده، بنر زیبایی خوبه بنرش. اینجا یه دونه XP 10,000 توکن میده. دوباره میایم پایین. دوباره وقتی میایم پایین یه دونه دیگه از این اسپین رایگان های هایلایت فرانسه هست که اینجا داریم نگاه میکنیم. 2 تا البته هستش که میتونیم اینا رو بگیریم و بریم توی بخش کانترکتس و اونها رو استفاده کنیم توی هایلایت فرانسه. بازیکن فرانسه اونقدر بازیکن خوبی نیستن، بالاخره برای تازه کارها که ای فوتبال رو نصب کردن و استرنج زیر 3100 دارند به دردشون میخوره. خب دوستان، خیلی ممنونم برای تماشای این ویدیو. حتما این ویدیو لایک کنید، برامون کامنت بذارید، ما رو ساب کنید. خیلی ممنونم از شما، ما رو حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار شما.